اینم از روز دوم عیدمون که میخواستیم نهار مهمون خاندایی اسی بشیم، طرف ما رو قال گذاشت. اسی فکر کنم خانداییت متواری شده بابا. میگم خب بریم یکی دو روز دیگه بیاییم. پسر جان از روز سوم عید به بعد مهمونی رفتن اشتباهه، چون پسته و بادوم هندی های تو ظرف آجیل قطعا تموم شده. ساعت چنده؟ ساعت 12. قدیم یا جدید؟ جدید. میدونی تنها پیشرفتی که تو ایران میشه کرد همین روز اول فروردینه که 1 ساعت میریم جلو. آدم احساس غرور میکنه لامصب. به ساعت قدیم یا جدید؟ من گیج شدم آقا جان. جدید گیجلی. گل گفتی آقا صفه. اسی مطمئنی که خانداییت خونه نبود؟ شاید عمدی در رو باز نکرد بابا. نه آقا صفه، ما که بچه نیستم، عمدی نبود، پنجرهاشو همه بسته بودن. مگه صبح زنگ نزده بودی بهشون اطلاع بدی که ما میخوایم بیایم عید دیدنی؟ زنگ زدم گفتم ساعت 11 میام. 11؟ قدیم یا جدید؟ چه فرقی میکنه با تو؟ خسرو تو سمت چپ کوچه رو نگاه کن، اگه از اونور خواستن در برن بپیچیم جلوشون. وای خدا بازم فشارم افتاد. راستی آقا صفه رفتی فشار خونت رو بگیری رو چند بود؟ فشار خونم رو 12 بابا. 12 قدیم یا جدید؟ الله اکبر. اکبر. پسر دیگه وقتش نشده آدم چی؟ به ساعت جدید یا قدیم؟ وقتی اون ساعت دیواری اتاقتو کردم تو حلقت میفهمی قدیم یا جدید. میگم آقا صفه به جای این عید دیدنی ها بهتر نبود یه مسافرت به شمال میرفتیم؟ اسی جان من ترجیح میدم عید خونه بشینم و به شمال فکر کنم تا اینکه شمال باشم و به موجودی حسابم فکر کنم. خب اینجور که معلومه باید برگردیم خونه. یه ناهارم به نفع خاندایی تموم شد. یعنی باز مجبوریم بریم خانمان روز عیدی نیمرو بخوریم؟ کسی مجبورت نکرده پسر. ما نیمرو میخوریم تا میتونی حسرت بخوری. نه آقا جان، شما که میدانین 30 سال من زیر سایه شما به غیر از نیمرو به چیزی دیگه عادت نکردم. پس را بیافت بریم. بچه ها فکر کنم رفتم. خطر رفت شد، وضعیت سفیده. میتونی چراغ‌ها رو روشن کنی. سلام خاندایی جان، اختی بالا میسترتی دوره بگردم. عیدی شما مبارک قربان تو. سلام و زهر خر کره ما زعلم ترکی. به به آقا جواد گل گلاب، عیدتون مبارک. 100 سال به از این سالا بابا. سلام آقا صفدر، چرا بیرون اونجا وایسادیم؟ بفرما تو. اگر در باز بکنین، چراغاتونم روشن بکنین، سفرتونم بچینین، حتما میایم. باشه الان در رو باز میکنم. راستش میدونی آخه از هفته پیش که کرونا گرفتم فکر نمی کردم کسی جرأت کنه و پیشمون بیا. آقا جواد ما با آخوند در افتادیم، ما را کرونا بترسونیم؟ ضمناً همگی واکسن زدیم، دلوان پس ما نباش بابا. در باشه بیاین تو، قدمتون روی چشم. به خدا که بزنم ویروس نگرفته برگردین. خاندایی دارم میام بالا، فقط عیدی ما یادم نره. من خودتو یادم نمیاد، انتظار داری عیدی تو یادم بیاد؟ برو خونه تو آقا بسر.